مثال ها می آوردید دعاهایی که مستجاب شدند. اگر باشد شاید حدیثی هست در این باره. در صحیح بخاری و مسلم آمده است که حضرت انس میگویند که روز جمعه بود، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در بالای منبر خطبه میکردند. یک مرد از روبروی پیامبر صلی الله علیه و سلم در آمد و بر روبروی پیامبر صلی الله علیه و سلم به منبر ایستاد و گفت که یا رسول الله هلکت الاموال و انقطعت السبل ادعو الله ان یغیثنا. یا رسول الله، مالها هلاک شدند از بی‌آبی را، سفرها کنده شد. مقصد مردم به سفر نبرآموزند، برای اینکه نه برای شترشون آب هست و نه برای همراهشون گرفتن آب است، مجبور سفر نکرده ایستادیان. سفر که نشد تجارت خراب می شود. دعا کنید که الله تعالی باران دهد. گفت که یا رسول الله سفرها کنده شد، مالها هلاک شدند از تشنگی، دعا کن که الله تعالی باران دهد. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم دستای مبارکشون رو برداشتند. اللهم اغیثنا، اللهم اغیثنا، اللهم اغیثنا. پروردگارا برای ما باران ده، برای ما باران ده. اللهم معناش یا الله، برای ما باران ده. 3 مراتب دعا کردن. حضرت انس میگن که قسم به نام الله تعالی همین خیل هوا کشادی روشن بود که در آسمان یک ابر دیده نمیشد. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کردند، چنان ابرها به هم جمع شد و باران بارید که فوالله ما رأینا الشمس سبتا کاملا. قسم به نام الله تعالی که یک هفته پر آفتاب ندیدیم، پر باران بارید شب و روز. این در صحیح بخاری و مسلم از دیگه جای شبهه نیست. بعد حضرت انس میگن که هفته آینده وقتی نماز جمعه یه مرد آمد. این مرد آیا همون مرد است یا دیگر مرد است؟ گفته وقتی که راوی ها پرسن نمیدونم گفتن. مقصد شاید نشناختم، من نمیدونم. حضرت انس گفت که یا رسول الله هلکت الاموال و انقطعت السبل فادعوا الله ان یمسکها. یا رسول الله مالها هلاک شدند، با آب غرق شده، این دفعه سفرها بریده شد، برای اون که هیچ کس سفر کرده نمیتونه، همه جا آب لای. دعا کنید که الله تعالی این باران از سر ما بردارد. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که علی الاکام والضراب وبطون الشجره اللهم حوالينا لا علينا. پروردگار این باران بر اطراف شهر گردان، به زیر بوته های و درخت های و کوهسارها گردان. لا علینا، این باران بر ضرر ما نگردان. در دیگر جا هم گفتگی هستند که اگر باران بارد شما گویید که باران نافع و بر فایده ما گردان، نه بر ضرر ما. بعد این خیلی دعا کردن که آفتاب برآمد و ما در خشکی راه گشتیم. این در صحیح بخاری و مسلم ثابت است. این همین قدر جمهوری صحابه ها دیدند و مشاهده کردند. یعنی چیزی که هست بود، دیدن مردم، در تاریخ شدگی هست. غیر از این دعا شخص گفتنش ممکن که آخر اون کس پیغمبر بوده، دعای اون کس قبول است. بله دعای پیغمبرها قبول است، لیکن الله تعالی اگر شما سوره وقتی که دعای یونس را الله تعالی برای ما نقل کرد و کذالک ننجی المؤمنین گفت، ما یونس رو نجات دادیم و کذالک ننجی المؤمنین، همین گونه مؤمن ها رو هم نجات میدیم. یعنی که دعای دیگر مؤمنان نیست قبول میشود اگر صمیمانه و از قلب باشه. بله.